شاعر، ترجمان، درامانویس محیدین امینزاده سال 1904 در شهر خوجند به دنیا آمده است. سال 1976 با تشبث نویسنده خلقی تاجیکستان رحیم جلیل خانه‌موزه تشکیل کردند و ما تصمیم گرفتیم که به خانه‌موزه محیدین امینزاده تشریف بیاریم، یعنی اینجا قدمجای اوست. سالهای 70 که من بعد از ختم دانشگاه نو به کار سر کرده بودم، با همراهی استاد نویسنده خلقی تاجیکستان رحیم جلیل که سروری شعبه ولایتی اتفاق نویسندگان، اون وقت شعبه ولایتی اتفاق شعبه لنین آبادی اتفاق نویسندگان میگفتن، من به کار آمدم و اندک مدت نگذشته استاد همین خیال گفتند که ما باید یک آثارخانه گشاییم، موزه گشاییم و این آثارخانه استاد محیدین امینزاده بود. سال 1974 من گفتم میتونم به این اساس گذاشته شد. این تشبث، تردد، سعی و کوشش های خیلی زیادی استاد رحیم جلیل بود که اون وقت استاد یک کسی بودند که سخنشان در همه جا میگذشت. هر چیزی که میخواستند اجرا میشد، مخصوصا که اون به نفع دولت و حکومت و به نفع ادبیات تاجیک بود. استاد محیدین امینزاده یکی از نفرانی می باشند که در ساحه ادبیات خیلی سهم باسزا گذاشتند. ایشان را همچون یک نفری خیلی دانشمند، خردمند میشناسند. در ساحه ادبیات این کس اول چون شاعر شناخته شده اند، شاعر خیلی ممتاز. دوم همچون ترجمان خدمت‌های خیلی ارزنده کردند که ادبیات تاجیک این فوند طلایی به حساب می رود، گوییم خطا نمی کنیم. دیگر اینکه استاد محیدین امینزاده کسی بودند که با موسیقی سر کار داشتند، بسیار صنعت دوست بودند و صنعت را به خوبی هم می فهمیدند و شاید از همین سبب باشد که چند مدت در تئاتر دولتی سابق به نام الکساندر سرگیچ پوشکینی شهر خوجند حاضر تئاتر خواجه کمال به وظیفه مدیر شعبه ادبی هم خدمت کردند. استاد محیدین امینزاده را پدرشان هم شاعر بودند، دادرشان هم شاعر بودند، خواهرشان هم شاعر بودند در وقتش و دیگر از این برای مردم امروز من به هراس گفته میتوانم که استاد محیدین امینزاده فرزندان خیلی شناخته را به دنیا آورده، تربیت کرده، به وای رساندند که یکم اینا معلمه شادروان شاعره آزاد امینزاده، محبوب خلق شاعره آزاد امینزاده. دویم رقاصی خیلی نامی ما، اساسگذار انسمبل زیبا معلمه زیبا امینزاده دختر این کس. سوم ادیب خیلی امروز شناخته ما، هم شاعر نیست ترجمان و کارمند شایسته رادیو و تلویزیون محسن جان امینزاده. پدرم شاعر بودن، همچنان که استاد باقی رحیمزاده گفتند محیدین امینزاده فرزند ارزنده زمان خود بود. واقعا هم هر یک ادیب، هر یک شاعر، هر یک نویسنده و قبل از همه فرزند زمان خود است. در ستایش زمانه خود، سیاستی زمانه خود ایجاد می کند و واقعا هم چنانی که استاد باقی رحیمزاده گفتند من دیرتر درک کردم که واقعا هم پدرم فرزند ارزنده زمان خود بودند. پدرم غیر از اون که شاعر بودند بیش از همه ترجمان بزرگ بودند. این بینید که یک برابری 1.5 شاهنامه، یعنی از شاهنامه زیاد ترجمه کردند. مثلا ایجادیات ادیبان خلق‌های دیگر را، خلق‌های شوروی را، در زمان شوروی زندگی می‌کردند. ادیبان شوروی واقعا هم در جهان ادیبان بزرگ بودند و پدرم از همون ایجادیات ادیبان خلق‌های دیگر برابر 1.5 شاهنامه فردوسی ترجمه کردند که این
اگر عمیق فکر کنید اگر این کاری آسان نیست و به گمان من یگان ادیب تاجیک تا امروز اینقدر شاید که ترجمه نکرده باشد. ترجمه استاد محیدین امینزاده زیاده از 75,000 بیت از کیها ترجمه میکردن؟ اساسا از ادیبان روس. مثلا اینجا ما سرخوندی پولکمنه، ولنتین کاتایف، سیر حربی ارکادی گایدار، یا که دیگر کتاب‌هایی که من شفچنکو، مجموعه شعرهای شفچنکو، از الیشیر نوایی، از واقعا از ازبکی بی‌واسطه ترجمه میکرده. حمزه حکیمزاده نیازی، الیشیر نوایی، یا که حتی از ناظم حکمت، از دیگر زبانها، حتی اینجا از ویلیام شکسپیر هست، البته این به واسطه زبان روسی ترجمه کرده. بنابر همین یکی از ترجمان‌های خیلی سیر محصول به حساب میروند که اما نفرانی که اسکی ترجمه کرده اینجا به طریق نمونه گذاشته شده است که اسکی ها ترجمه کردند. این نفرای ترجمه کردند که اساساً به واسطه به لغت زبانی از روسی و ازبکی، لیکن از دیگر زبان ها با واسطه زبان روسی. این دستگاه چاپی خیلی تاریخ و تقدیر زیبا دارد، زیرا همه ایجادات رنگ و رنگ استاد محیدین امینزاده با همین دستگاه و با دستان خود استاد به چاپ رسیده است. جای خواب استاد خود جای خوابشان و هم میز کاری، جای ایجاد کاری، میز کاری، یعنی کابینت کاری رو در یک جای دادگی، خانه خواب انمیخواب و این رسمشون، این چیزا باز این رادیوی خودشون و این چیز اساسی میز کاری که اینجا نشسته کار میکردن. در روی میز گذاشته شده است اسباب‌هایی ضرور برای نوشتن و یک عجایبش همین که در روی میز یک شعرشون هست که شعر آخرین به فرزندم شعری که همچون نصیحت نه تنها به فرزند خودشان، عموماً به فرزند امروز. آخرین شعری پدرم که ناتمام مانده است همون هم درباره فرزند است، مراجعت به فرزند است. توی فرزند من فرزند خلقی میگویند، توی فرزند من فرزند خلقی، چو دلبند پدر دلبند خلقی، و دیگر بر رخت داغ نشاند، نه تنها من همه لعنت بخواند. از این رو باش فرزند نکوکار، ز کار نیک رحمت را سزاوار. این بیت ببینید، تو فرزندی چنین یک خاندانی میگویند که دارد آبروی صد جهانی. فعالیت ایجادیشان خیلی فراخ بود، هم دراماتورگ بودند، ترجمانی بزرگ بود، همچنین حجم‌نگاری خیلی و خیلی خوب بودند. حتی میگویند که به من امروزها بعضا انسان‌های کلانسال یا پیشتر هم نقل میکردند که اگر که روزنامه حقیقت لنین آباد به یک شعر در کار شود، شعر هجوی مثلا، رحیم جلیل میگفتند که محیدین همین جایی که روزنامه ما خالی مانده ایستاده است، این باید که پگه چاپ شود. میگفتند که یک شعر نویسید چی همجوه. پدری من مثلا، من حاضر میبینم میگفتم مثلا 200 300 بعدتر همین شعر میادم قدر ذوقی بلند داشتن. وقتی که شعر محیدین امینزاده را میخوانی پند میگیری، در جاده زندگی تو مثلا چراغ روشن میشود. و در حقیقت هم پدرم در ایجادیات پدرم بیت های و مثلا پاره های خوبی مثلا پند و اخلاقی هم هستند. مهر وطن را در دلشان عمیق جا داده بودند، چونکه نسیم شعر خواندگی هم معلوم است مهر وطن در دلشان عمیق جا گرفتگی بود. من یک نکته دیگر را گفتنی هستم که من یک داستان نوشته هستم درباره پدرم. خیلی آغاز می شود. پدرم شاعر بود، شاعری که پدرش شاعر بود، دادرش شاعر بود،
خواهرش شاعر بود. در لبش شعر و ترانه، غزل و افسانه، مادرش شاعر بود. الغرض عائله همه شاعر بودند، حلقه حلقه یک زنجیر بودند، یعنی زنجیره شعر، یعنی زنجیره مهر. انا همین اهلیگی همین خاندان و تربیت درستی والدین بود که همین فرزندا همین کسایی شناخته شده و وای رسیدند که ما امروز انا همین انسامبل زیبا در تمام دنیا شناخته شده است. ما با این البته فخر میکنیم. البته لباس های استاد من اینجا حتی حسای استاد هست که اینجا گذاشته شده است. لباس های شخصیشان که از لباسشان دیده می شود که یک نفر خیلی خاکسار، عادی، زمینی بودن و البته لباس آدم را آرام نمیدهد، بلکه آدم لباس را آرام میدهد میگن و یک سیمای خیلی شناخته، خیلی سیمای خیلی عزیز برای مردم بودن. پدرم طالبتر و خون در رگ و گرمی است بدن را، تا بس نکند دل حرکت میژه زدن را، تا قوه به بازوست خم و راست شدن را، از کف ندهم دامن مقصودی وطن را. این است به مادر به وطن راز دل من، بگذار جهان بشنود آواز دل من. واقعا هم پدرم تا نفس آخرین عمرشان دستشان به دامان وطن بود، دلشان با مهر وطن می تپید. این است به مادر به وطن راز دل من، بگذار جهان بشنود آواز دل من. آره، از هر چیزی ناچیزی این خانه بوی شاعر، راز دل شاعر و آواز دل شاعر را درک کردن ممکن است. برای هر یک ادبیات دوست، برای هر یک مخلصان سرشمار و عموما برای همه.